میگه مأمون رشید پسر هارون رشید خلیفه هفتم بنی عباس، پنجم هارون رشید، ششم پسرش امین بود، یک 5 سال خلافت کرده، بعد مأمونی برادرش جوش داشتید. همین مأمون رشید خودش همین اهل علم بود است، اهل علم دوست می داشت. این یک همین عادت داشته است که جمع میکرده است نصرانی ها را، ملای نصرانی و یهودی و اینمی اتئیست فیلسوف و مسلمان و بحثشو میداخته است که غلبه میکنه. بعد در هم یکی این بحث ها همون شب و روزا امام رضا را هم دعوت کرده بود است. این مأمون رشید امام رضا را دوست می داشت، ولی همین شیعه تهمت‌های زیاد میزنند بدبختو، به حدی که فرزندای خودش موندگی، برادرای خودش موندگی، حضرت همین امام رضا را، علی رضا را دعوت کرد از مدینه، گرفت آورد شهر ری، ولیعهد اعلانش کرد که بعد من پادشاه خلیفه همین رضا میشود. خیر خدا رحمتش کنه، ای دنیا گذشت. اگر چند شیعه تهمت میزنن و میگن که گویا که مأمون زهرش داده است، دروغه این گپا. اگر مأمون که حقیقتا حسن اخلاص نمیداشت و محبت نمیداشت، حاجت نبود رای مدینه فیرود کنه. در مدینه رنگ حبس خانگی بدن، یا همون حضرت امام جعفر صادق هم تا حبس خانگی بود، موسی الکاظم هم خیلی بود پدر امام رضا، هیچ حاجت نبود که او را بگیره بیاره. قصه کوتاه همون مجلس بحث ده امام رضا شرکت میکرده است. بعد همون نصرانی دعوای بسیار میکنه، میگه که پیغمبر ما اکو نعوذ بالله پیغمبر هم نمیگن، آخه خدا میگن، عیسی علیه السلام میگه مرده را زنده میکرد، در گواره گپ زد. انا مقصد که کسالیایی که در حالت مرگ بودن ایسری نبود، شفاشو میداد دم عیسوی. انا هم خیلی دعوای بسیار کرد. بعد میگه امام رضا گفت که واقعا گفت حضرت بزرگ بود، هم یک کمبودی داشت. گفت چی کمبودی داشت؟ در حیاتش یکون کمبودی نکرده حضرت عیسی. گفت همین عبادت کم میکرد، عبادت. بعد گفت تو سرت زدگی دیوانه ای چی؟ حضرت عیسی یک امر فقط عبادت کرد است. گفت سرزده دیوانه تی، آخی خدا کی باشه چرا عبادت کرد؟ آدم آخی هست معبود و هست عابد، آخی معبود کی باشه او کی را عبادت میکنه دیگه؟ پس معلوم میشه که حضرت عیسی عابد بود کو، بنده الله بود کو، آخی پیغمبر ای نعوذ بالله خدا نیست ای کو. میگه او طرف مقابل دیگه مبهوت ماند، جواب یافته گفته نتونست. اگر این خطری خود برای همین قاعده منطقه نه. اول یک گپ میگه که اصلی واقعا نیست، بعد وقتی که او در همون دام غلطید بعد متش میکنه. همین حضرت ابراهیم علیه السلام هم همین خیل کرده و مشرکا را. و نهایت گپی ناحق سیمش که گفته است که مقصد خلاف واقعیت بود، وقتی که از دست همین نمرود و این بدبختو گریخت به مصر رفت، در اونجا هم یکی از فراعنه مصر سوره مادر موندید عاشق شد. بیبی سوره به حد خوشرو بود. همونجا خوفی اون بود که اگر میگفت که همین زن میکشتنش. برای همین سوالش کردن که ای کیه؟ گفت هی اختی، ای خواهر مای. اگر اصلا بگیریم از روی خلقت غلط نیست، خیلی همه فرزند آدم و حواه در مجموع که بگیری همه برادر و خواهر میشه فرزندای آدم و حوا. ببینید حضرت مقصد همیو رو گناه حساب میکنه و میگه نفسی نفسی نفسی، من ای خدا میترسم، ای خدا میترسم. وای به حال ما به این دروغا ما دیگه این کسافت مردم گپی دروغ بیاور راست نمیگن. از برای خدا عوامش هم دروغ میگه، خاصش هم دروغ میگه، نمازخوانش هم دروغ میگه، بی نمازش هم دروغ گفته است، ملاش هم دروغ میگه، روش درگور. دروغ به حد بسیار شده است که این کسافتی آورده است. سوداگر هم دروغ میگه، خریدار هم دروغ میگه، شوفیور هم دروغ میگه، پاساژیر هم دروغ میگه. دیگه این دروغ خونه کردن همین دنیا را ده، این بسیار خوف و خطر داره. خدای بزرگ خودش نگه داره. دروغ گناه کبیره. هر لحظه خرد هزار سوگند دروغ، آنگونه که در بادیه اعرابی دوغ. و حضرت گفت اذهبوا الی موسی و کلیم الله، به خدا گپ زده است، شاید برای پیش پروردگار رو جرأت کنه. اما حضرت موسی هم سرکش خم گفت خدا بسیار خشمناک، من میترسم از پروردگار. و سببش گفت اینی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها،
من یک آدم کشتگیم، در صورتی که مأمور نبودم، از جانب خدای تعالی امر شدگی نبود که امر را بکش. ایمی میترسم به خاطر عدالت کشتش امو را حقیقتا چیست است روچای نکشتش. یک روز می اومد که یک قبطی هم مردم مصر میگن، مردم تجوی مصر، از گریبان یک اسرائیلی گرفته است ظلم کرده است، او داد جوری خیروی میگه. این حضرت اومد خلاص کردنش که نمانده شو قبطی، در همین حالی خشم و غضب در همین زیر بناگوشش یک مشت قضای الهی مور. یا حضرت موسی خودشم پهلوان بود آخی. همین را میگه که یکی خدای تعالی همین را در اون مکه شب میترسم. گفت نزد عیسی علیه السلام بریم. حضرت عیسی یگان گناه نکرده است، یگان کمبودی نکرده است. پیش حضرت عیسی آمدن مردم که یا عیسی انت رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه و کلمت الناس فی المهدی صبیا. ای عیسی گفتن تو پیغمبر خدا هستی، تو کلمه هستی که خدای تعالی در بطن مریم بتول از دخترش تولد شدی، تو روح الله. اوقات در گواره قطعی مردم دب زدی که من پیغمبر خدا هستم. اشفع لنا الی ربی، طلب شفاعت ما پیش پروردگار گفتن. حضرت عیسی را سر پیش خم او خداوند خشمناک، بسیار غضبناک، یگان گناه میگه ذکر نکرد، ولم یذکر ذنبا. حضرت در حیاتش یگان کمبودی یگان چی نداره آخی، پاک تو زای. یک گروه مستغرق مطلق شدن، همچه عیسی با ملک ملحق شدن. نقش آدم لیک معنا جبرئیل، رسته از نفس هوا و قال و قیل. حضرت عیسی علیه السلام مرتبه و منزلت شای ملائکه های خدا را بالاتره، قدر پاک و تازه. حضرت میگه یگان گناه ذکر نکرده، گفت نفسی نفسی نفسی، وای بر من وای بر من وای بر من. همینجا شوری ها میگن که حضرت عیسی از او خوف میبود که خدای تعالی نگه که ای عیسی چرا این قومی تو آدم پرست شده، چرا تو را خدا گفتن، نعوذ بالله، برای چی مادری تو را خدا گفتن. قرینش در قرآن هم هست. خداوند متعال میگه و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. خدای تعالی به یاد بیار روزی را که خدای تعالی حتما میگه حضرت عیسی را میگه که ای عیسی پسری مریم، مگر تو همین مردمی بدبخت گفتی که من مادر مرا خدا بگین. قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حضرت عیسی علیه السلام میگه پروردگارا او تو منزه پاک هستی، من چه حق دارم که همین سخن کفر به زبان برانم. این کنت قلته فقط علمت، اگر بالفرض من میگفتم خدایا تو از تمام کار آگاه هستی، هیچی را ایت پوشیده نمیشود، هر چیزی که در قلب بنده هست تو آگاه هستی. یعلم ما فی نفسی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تو از ضمیر من با خبر هستی، پروردگار و من حکمت های تو را نمیدونم، میگی تو از ضمیر من با خبر هستی. کو اینک انت العلام الغیوب، بیشک پروردگار و تو علام الغیوب هستی، از همه چیز آگاه و واقف هستی. از همین حضرت عیسی خوف بود که یکی نگن که و تو مردم این قومی تو کسایی که مقصد که امتهای تو بودن انسان پرست شدن، عیسی پرست شدن، مریم پرست شدن، همین تنه را در اون نکشن. به حضرت عیسی گفت که اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی الله علیه و سلم. اما گفت چوره کار تو را نشون میدم، نزد محمد صلی الله علیه و سلم، او حبیب الله ای، فقط محمد میتونه در این ساعت برای طلب شفاعت شما را کنه. میگن نزد حضرت صلی الله علیه و سلم گفتن یا محمد صلی الله علیه و سلم انت رسول الله و حبیبه، تو پیغمبر خدا هستی، تو حبیب الله هستی و خاتم الانبیا، تو آخرون پیغمبری. دیگه عرض داد مونه با کی بگیم؟ اشفع لنا الی ربی، که طلب شفاعت کنیم. ای رسول خدا تو یگانه بنده الله هستی که خدای تعالی گفته است در آینده گناه کنی گناهات بخشیدگی پیشکی. اگر چند تو گناه نمیکنی، حتی گناه کنی پیشکی گناهات بخشیدگی. اگر که تو جرأت نکنی و نروی ممون ما حال زور همه را ایال گشتیم. ای آدم علیه السلام
اگه با داد برس پیش پروردگار طلب شفاعت میکن. الا ترى الى ما نحن فيه، نمیبینی حال زوری ما را؟ الا ترى الى ما قد بلغنا، اوخی ندیدستی چی بلا و آفت به سر اومده است. و حضرت میگه فانطلق، حرکت میکنه، میگه فآتی تحت العرش، در روزی که ای غضب پروردگار حتی دوزخ لرزیده است، خیلی همون جهنم زیر عرش پروردگار میگه میام. فاقع ساجدا لرب عز وجل، سر در سجده میمونم در پیش پروردگار عز وجل. فیفتح الله علی من محامده و حسن ثنای علیه ما لم یفتح علی احد قبلی. خداوند میگه چنان حمد ثناها و چنان کلام زیبا را به سر زبانم آورد، خدا را به طرز ستایش کردم، به طرز نیایش کردم که تا همون زمان کسی حضرت خداوندی را او خیل ستایش نکرده بود، او خیل حمد ثنا نگفته بود. بعد میگه حضرت خداوندی ترحم کرده، آفتاب امر کرد که بلند برو، بلند شو. انا میره شفاعت عظما میگن. تصور یک پرشته بید که بگی همه در ترس جان خودش همه وای من وای من وای من میگم. حضرت رفت برای تمام بنی بشر، برای همه، حتی برای مشرکا و کافرا و همه این شفاعت عظما همیه که او آفتاب بلند شد، یک نفس گرفتن، جان شده مید یک لحظه، برای حساب و کتاب آمادگیشون را شروع کردن. حضرت میگه من سرم ای سجده نبرداشتم، اون تا ایستادگیم که ندا اومده جانبی پروردگار، یا محمد صلی الله علیه و سلم ارفع رأسک، ای حبیبی من سر بردار، امروز روزی سعادت سربلندی تای، امروز من برای تو خلق کرده گیم، امروز روزی بزرگی و عظمت تای، ارفع رأسک، سر بردار، سل تعطى و اشفع تشفع، سوال کن، هر چیزی میپرسی میتون، هر کسی را میخوایی طلب شفاعت شکر، ما شفاعتی تر قبول دارم. بعد حضرت میگه که فارفع رأسی فاقول امتی یا ربی، امتی یا ربی، امتی یا ربی. سر ما سرگه میبردارم، میگم خدایا شفاعتی امت ما طلب دارم، ما تو 3 مرتبه شفاعتی امت ما طلب دارم. مرگی امت که از برای خدا اینقدر ای پیغمبر دو غلطی دگیه، ولی هم خونواده یک بپرسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی بود، در کجا تولد شد، چه خدمت ها کرده است، اکثری مردم نمیدونن، اکثری مسلمانان نمیدونن. همون ملوایی که با بالشکای فوتبال قیاس میکنن، این مردم ها که کماندوی فوتبال از یاد میدونن، تازه پستوی ایگروکو و ببینه. ولی اون که بپرسی که ازواج مطهره زنای پیغمبر که مادرای تمام مسلمان ها هستن چند تا نامش و چیه نمیدونن، والله اکثری کل نمیدونن. میرم حیفه حیف. حضرت طلب اینه شفاعت همین امت از خدای تعالی میکنه. حضرت خداوندی میگه بشارت داد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم ادخل من امتی که من لا حساب علیهم من الباب الایمن من ابواب الجنه، همین در طرف راست جنت در اختیار دادم. کسی را میخواهی با چی مقداری میخواهی از امت به یگان حساب عذاب بدرو، همین در اختیار، چند قیمه میخواهی بدرو. و هم شرکا و ناسی فی ماسی و ذالک من الابواب، انا در 7 دری باقی مانده امتای تو قطعی دیگر مردم شریکن، لغت کلام بدروید، میگه همین در خاصی تو امتای تو. و حضرت بشارت داد به اصحاب بزرگوار و در شخصیت اصحاب با ما و شما گفت والذی نفسی بیده اینما بین المصراعین من مصارع الجنه کما بین مکه و بصره. قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، هم یک طبقه در جنت، درد طبقه کو، هم یک طبقه در جنت مسافه بین مکه تا بصره را میپوشاند. شاید 1000 کیلومتر زیاد باشد. مکه در مرکز حجاز، بصره در شام در سوریه. هم یک طبقه در جنت اینه میقای. عجیب یک بشارته. گفت پیغمبر که روزی رستخیز کی گذارم امتم رو اشکریز، من شفیع مذنبین باشم به جان تا رهانمشان ز اشکنجه گران. حضرت گفت من امت هرگز فردا روز قیامت تنها نمیمانم، من البته طلب شفاعت شده میکنم. عاصیان و اهل کبائی را به جهت
وارهانم از عذاب و نقض عهد. حضرت خداوندی را خدای تعالی وقتی مشوره داد که ولا سوف، حضرت رسول الله را وقتی پروردگار بزرگ گفت ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ای حبیبی من زود است که ترا نعمتهای بتم که البته خشنود میشی، البته راضی میشی. حضرت همین فیلفور به مجرد رسیدن همین آیت گفت اذن لا اردا و واحد من امتی فی النار. در اون صورت گفت تا زمانی که یک نفر از امتهای من در دوزخ باشن هرگز من راضی نمیشم. و این ایخی پیغمبری بزرگ داریم. آخه حضرت حقیقتا میگه که من فخر ندارم، به این تفاخر نمیکنم، نه که ما امتهای سرسخت باید افتخار داشته باشیم. از این دیگه بزرگی میشه. سبحان الله. خدا رحمتش کنه. احمدی دیده تا قطعی اپیسکوپ بحث میشه که عیسی علیه السلام وقتی که در همون چی چرمخش میکردن در کریست گفت отче прости им, ибо они не ведают, что творят. همونجا گناهشون بخشیده گفت خدایا ببخشون که یا نمیدونن چیکار کردید. آیا پیغمبر شما همین کارا میکرد؟ همین کارا کرده است. اگر خدا برکتش بده این مردی خدا را عالم بده که همین گپ عالم بزنه. همین این بزرگا خدمت میکنن حقیقتا در جامعه. حضرت گفت که اولش که همین در صلیب در کریست زدن حضرت عیسی دروغه، این اصل نداره. و ما قتلوه و ما صلبوه. خداوند در قرآن میگه کسی عیسی علیه السلام قتل نکرده است، کسی در دار نآویخته استش، کسی در صلیب نزده استش. این گپ همه سفسطه هم. اما حتی اگر گپی ترم که قبول کنیم گفتم او اپیسکوپا او از دستش چیکار می اومد دیگه قپی دیانش دیگه گریخته نتونه و دیگه از دستش هیچ کار نمیوید که در انکدوتی توجیکی بود که در وقتی جنگ بزرگی وطنی یا توجیک هم разведکاری میکنن باید یزیک بیارن نکرد پلین بگیرن نمیسوره با بیان از پرژیرش رو بفهمن میره و بیدرک میشه و همه جمع شدیان این نیسته با فیرودش میگن سای خوجا با میگن او ای بچه یکون کسا یفتی هو چند کس 3 کس خب بگی بیار شوخی اومدنیم نمیمونم و اینا خبیدم بیانده اوه این بخشش نیسته بخشش ای است که در عین اوج قدرت ای دست تمام کار میوید میبخشی انا اینا بخشش میگن. محمد صلی الله علیه و سلم وقتی مکه مکرمه را فتح کرد تمام عرب مشرکای قریش که همه قدر رنج عذابش داده بودن قصد کشتنش داشتن مال اموال همه را غارت کردن اینا به سبب این قدر عذاب و مشقت شدگیان در همین زیر پا همه میتونست همه شایده به شمشیر بگذرونه. اما گفت انتم طلقا شما بخشیده شدگی های شما آزاده همه را آزاد کرد حضرت در صورتی که امکان داشت که ایام دشمنای جانیش قصاص بگیره همه را آزاد کرد. انا این را بخشش میگن. حقیقتا بسیار مهم و لازم است برای امتها که شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسند. قسم به الله پیغمبر ما احتیاج به رکلام ندارد. برای آن که همین محبت پیدا شود باید مردم بشناسند پیغمبرشون را ببینند بدانند. وقتی دانستن هیچ جای شک و شبهه نیست که عاشق شیدا میشوند. خیلی امکان داره که به همین پیغمبری بزرگ عاشق نشه شیدا نشه. سبحان الله. ای الله ای الله. ولی یک کافر است به نام عثمان ابن طلحه یک مشرک بود. ای از قبیله بنی عبدالدار ای را عثمان ابن طلحه عبدری میگن. قبیله عبدالدار همون کلیدارا و پرچمدارای قریشند. قصی ابن کلاب 2 پسر داشت. پسر کلانیش عبدالدار میگن پسر دومش عبدالمناف. همین قصی ابن کلاب وقتی که رهبر قریش شد مقصد قریش خودش همی برمادگی وقتی کلید پرچم همه در دستش غلطید گرفت وظیفه و منصبه رو در وقت زنده بودنش بین فرزنداش تقسیم کرد. کلید کعبه را و بیرق در دست عبدالدار داد بچه کلانیش. اما رفادت سقایه حاجی را چاه زمزمه در اختیار عبدالمناف داده بود. هاشمی‌ها از جمله پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از بنی عبدالمناف اینا
чоҳи замзам дар ихтиёршо буд. Бе иҷозаи ино касе авҷа об кашидаву хӯрда наметунист. Мардум ҳоҷиёро ба нону таом ҳамё таъмин мекарданд. дар дору надва бисёр мартаба манзалати баланд доштанд. аммо калиди Каъба дар дасти ё набуд, дар дасти бани Абдудор буд. ҳамчунин байрақ ҳам дар дасти ҳамво будааст. ҳамин Усмон ибни Талҳа 10 хеши наздикша дар ҷанги Уҳуд куштагианд. парчамдорои Қурайш буданд. байрақ дар дастшу мега ҳамин навбат қати як ҳамин байрақ ҳаме гирифтани мусулмоно дарам шикоршу мекарданд. аз ҳамин падари ҳамин сар кардаги Талҳа ибни Аби Талҳа барои ҳамин беҳад як буғзу адовату кинаи сахте дошт нисбати мусалмоно, хусусатан нисбати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. дар соли фатҳи Макка ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васаллам вақте омад, мегам назди хонаи Каъба омадам, баъди тавоф гуфт ки калиди Каъба куҷодай? ҳазрати Аббос ҳамҷа истодагӣ буд. ҳози гуфт меёрамаш. шитобон рафт назди аммо Усмон ки калита те, ки гуфт не ман калита наметавонам. гуфт ҳамин гиревонаш гирифт ки пайғамбар та садод кардистай рафтем. каша карда гирифт овардш пеши ҳазрат. ки ҳазрат гуфт Усмон калита те. دیگه شهر گرفت از پیغمبر در دست مسلمانان ایلاج نداره. کلیت در دست حضرت داد ناامید شد دیگه. خلاص گفته که با همین دیگه کلید این دست ما گرفتن. همونطور سرکش خم گشت برفت خونش. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در خونه کعبه را باز کرد. با دستی مبارک خودش بر روایت 360 تا شکست. همراه حضرت علی و بلال در رکعت نماز خوندن در داخلی خانه. و برآمد در محکم کرد که حضرت عباس اومد همین خیلی آرزوی میکرد که کلید کعبه را بگیره. میگم که چای زمزم یاد اختیار شو بود اما کلید دست شدم. گفت یا رسول الله کلید تبته که کنه تو دارم میتونم. هی امانت های کجا شد عثمان ابن طلحه رفتن ای خونش گفتن که پیغمبر صدات کرده است. واه بچه میکشم چی بالا. همتا با ترس و هراس و همیتا یأس و ناامیدی اومد با پیش خونه کعبه را که نه مشرک بود. حضرت کلید دستش داد گفت یا عثمان این امانت بگی. شما گفت صدها سال شد که کلیداری کعبه هستی. این امانت شما ما این بگی. اوه این کلید کعبه همین قدر و منزلت داره که والله اگر عمک میگرفت مثلا جیان ای دستی عمک میگرفت ابرد نمیدادش دیگه. چی برسه به یکی یک آدم بیگانه هیچ امید نداشت. وقتی که میگه کلیت در دستش تسلیم کرد همه حیران زار موند. خیست خونش اومد یک مقدار شیش گفت خاک در سرت خاک در سرت نه خب همه خیلی بزرگمرد در شهری تو باشه تو قطعی خصومت و دشمنی کنی والله اگر برادرت میشید می کلیت دیگه ابرد نمیداد. ای مرده کلیت عمکی خودش در نداد خیش توارو بنی هاشم هم که بسیار نداد ایمینای در دستی تو داد. ایتو شرم نمیداری که همین خیلی آدم میگریزی. غسل کرده خیش پیش خونه کعبه اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. ای حبیبی خدا بود عاشق زور شدی را ببین. هم بچه یک مشرکی که دشمنی سرسخترین ای با حضرت صلی الله علیه و سلم یک جوان مردی شدید او قدر شفته و شیدا شد ایمان آورد. اوه ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم در عائله مسلمان تولد شدگیم. اگر این فرزندا را با طریق روایت شاید با پیغمبر آشنا کنیم قسم به الله محبت پیغمبر در هر خاندان جوش بزنه. انا میچ خیلی که پدر و مادر محبت در دل ما جا کردن ما را موظف و وظیفه دار هستیم که فرزندا و نویران در قلبشان محبت جوش بزنونیم. علاج دیگه نداریم. اگر به شرط نکردیم انا فرزندامون میگن دشمنی خدا و پیغمبر بزرگ میکنن. یعنی قاعده همینه و خالی نمیمونه. بچه اینترنت خاک بالا این تمامی همه دشمنای اسلام بر ضد اسلام مبارزه میبرن در تمام عالم. مقصد همینه که همه خالگی را پر کنیم با عقیده‌های پوچ خودمون پر کنیم. ما که پدر هستیم باید پدری کنیم، برادر هستیم برادری کنیم. خدا را شکر ماه مولودی با سعادت حضرت صلی الله علیه و سلم شنیده ها را گفته ها را چیزی را خوانده پیش فرزندان را نقل کنی قصه کنی او در یادی هم فرزند نمونه. بعد وقتی کلاش باقی خدا رحمت کنه پدر نایتا گفته بود رحمتی پدر منعی خیلی گفته بود همه ایادی آدم نمی رفته است.
خداوند بزرگ محفلتون هم مبارک بگردونه. پروردگار از جمیع بلا گزند و حفظتون کنه. فردا روز قیامت از جمال به مثالش، از شفاعت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم